از سوی اساتید عراقی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بغداد دعوت شدیم تا از نزدیک با این گروه که بیش از 250 دانشجو دارد آشنا شویم. کمتر کسانی که از ادبیات فارسی اطلاع دارد و با آثار گرانبهای این ادبیات آشنا باشد. گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بغداد در سال 1347 شمسی تأسیس شد. بنیانگذار آن نیز مرحوم علامه دکتر حسین علی محفوظ بود که تحصیلات عالی زبان فارسی را در دانشگاه تهران به اتمام رسانده بود. بر همین اساس هنوز خیلی از دانشجویان عراقی ترجیح می‌دهند به دلیل استقبال دانشگاه‌های جمهوری اسلامی مقاطع کارشناسی ارشد را در اکثر رشته‌ها در ایران ادامه دهند. لیسانس بغداد بودم، ارشد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، دکتری هم دانشگاه تهرانم. زمانی که ما شروع کردیم رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رو در بغداد، تعداد دانشجویان عراق خیلی کم بود، کمتر از 30 نفر. به حمدالله الان ما چیزی حدود 60,000 نفر دانشجوی عراقی داریم که در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در حال تحصیل هستند. در بازدید از گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بغداد پای درد دل اساتید عراقی هم نشستیم که برای افزایش مهارت‌های استادان و اثر بخشی دستاوردهای فرهنگی زبان فارسی درخواست‌هایی را از ایران داشتند. تأسیس گروه زبان فارسی تا امروز هیچ استاد ایرانی منظورم به گروه زبان فارسی به عنوان استاد مهمان حداقل 1 ماه 2 ماه اینجا بمونه. به عربی میگن استادون زائر. ما هم خیلی نیاز داریم به این چیزها و از اینها درخواست میکنیم برای گشایی دوره‌های دانش آموز تا خودشون بچه‌ها استفاده میکنن از اینها و همچنین این دوره‌ها یک گام مثبتی برای تشویق دانشجویان جهت بیشتر و بیشتر یاد گرفتن زبان فارسی و تسلط بر آن. زبان فارسی حالا به یکی از مشترکات فرهنگی دو کشور ایران و عراق تبدیل شده. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.